سفر دوستی عزیزم، جایت جنت باد. بیا تا قدر همدیگر بدانیم که ناگه ز یکدیگر نمانیم. این گپا را بیهوده گفتگی نیستند. این دنیا اینم خیلی دنیا در گردشه. این مرگ یک خیلی هست که نمیدونی که کی میمبره کی زنده میمونه. این همی حوزی هستیم پگه کی هست پگه دیگه کی هست هیچ کی نمیدونه. انا امروز مرگ به سوی دوستی ما اومد. دنیا همی چی گپی نیست. این طول این همی قسال ده 13 14 سال ده این هم کنای اوره عشق 2 نفر مرد. اکای زفر رو می نمورد که در رولی پدری نگینه رو بازی میکنن. اکای زفر بندگی کردن. نگینه جان بو برادرمون خالدار یک خانزان علیم جان. البته این کار رو میبینیم. خدا راضی باشه. برای همه دوستی عزیز قدر هم دیگر رو بدونین. این دوستی عزیزی ما خالدارش میگفتم برادر ما چندین سال شد دوسته. روح شاد باشه جاش جنت باشه. ای حوزی کرسر سیرا کنه دعا کنه. فقط دوستای عزیز من برنامه رو مخصوص برای میکنم که کسانی که این برادری مرا میشناسن در حقش دعا کنن جاش جنت شوه. همین میده همین ژلودکش چیاره میشه و میده مقصد همین ای ژلودکا بگیم این میده بندگی کرد. این میده همین ژلودکا جان به جبار سپارید. این دوستی عزیزی ما هنرمند خوبم بود. به حد ذوق داشت. ذوقی داشت. اکاین خیلی کنیم برادر ای اخیت حواس داشت که باور میکنی جاش میومد همه قشلاق خود توی میشید میگفت دوست مرد یا توی یک کس میریم دوستم که عبیدالله موگامبو دیگه برادر خیلی این روزی بیک فیضلی همه برادرها ذوق داشت که همین اگه اونجا مشتگیم همه کسا شتگیم خیبیو میرفتیم. خیلی همین جمع کردن آدم‌ها به حد حواس داشت. همه را جمع میکرد بشینیم چخ کنیم. به حد انسانی خوب بود. به حد خوب بود. شوخی ها میکردیم خطیش. فقط اکم یادداشتاش در یاد ما میمونه. این برادرمون مرد رفت. خدا جاش جنت شوه. قیامت نزدیک انشالله که خدا کنه در دنیا با بخیریم. دوستی عزیزم بازم دعا میکنیم که گذشتن پول سیرات خداوند به تو آسان بگردونه. داخلی بهشتی خدا نگهبانت. اینم کم کمک کادرای کینوش هم میمونم. خالدار تماشا کنین. سفر نامی اساسیش با تخلصی خالدار. دوستی عزیزی ما در اینجاش خال داشت. این ایما هسته مایده ترک و کلان ترک بده خیلی خالش از دمی بنوارمون همی سیمکامون ده هسته. قیامت نزدیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبانی همه ما و شما. هر چند قدم تو را ندادم بر من از خالی لبت چی بی نصیبم